26 دکامبر سال 2022 در شهرک سیورستروی نویه لادین پول در ولایت لنینگراد روسیه یک گروه کارگران ساختمان از تاجیکستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. دو مرد ناشناس به طرف کارگران تاجیک که به درست کردن در و دیوار یک خانه نوبنیاد در کوچه کلینتسوویا مشغول بودند، یک شیشه با مواد سوخت را درگیرانده هوا دادند و همچنین 3 تیر خالی کردند. هنوز معلوم نیست که آیا هدف این حمله مسلحانه مهاجران تاجیک بودند یا حملگران با این را می‌خواستند صاحب آن خانه را بترسانند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه محلی چلاف نیوز رو تقریبا ساعت 9 شب 26 دکامبر به پلیس یک شاهد حادثه پاسبان یکی از بناها در کوچه کلینتسوویا زنگ زده خبر داده است که در این کوچه شهر سیورستروی تیرپرانی صورت گرفته است. به گفته این شاهد دو مرد یک شیشه با مواد سوخت را آتش داده سپس از سلاح چند تیر کشیدند. کارمندان پلیس در جای حادثه 3 شهروند تاجیکستان را که یکی 33 دومی 28 و سومی 41 سال داشتند دیدند. آنها به پلیس بیان دادند که در اینجا به تعمیر بنای نوبنیاد مشغول بودند و تقریبا ساعت 21 دو نفر ناشناس به بنا نزدیک شده یک شیشه مواد سوخت را درگیرانده به طرف آنها هوا دادند و حملگر دوم از سلاحش 3 تیر انداخت. کارمندان پلیس از جای حادثه یک بقلاشکه سوخت و 3 گیلز پیدا کردند. نشریه دیگر محلی نووستی لنوبلاستی خبر داد که تیرها در روی برفی افته شده از تفنگچه تروماتیکی بودند. پلیس به تحقیق این قضیه ادامه میدهد و حالا مسئله کشیدن پرونده جنایتی در رابطه با این حادثه در دست بررسی قرار داشته است.